درگیر شدی با حقیقی؟ این کله رفتین تو هم؟ نه، تو صورت شدیم. الان بعد من میاد از خودتون هم سوال کنید. این هماهنگ شده بود از قبل. حالا درگیری نبودش. من قبل این مصاحبه صحبت کردم، یه کار از قبل پیش بینی شده بود، هماهنگ شده بود. می‌خواستیم یه شوک به بچه‌ها بده، خدا رو شکرمون هم گرفت. به خاطر اینکه ما از قبل با هم صحبت کردیم که اگه یه موقع استقلال یه تیم خیلی هجومی، اگه موقع اتفاقی افتاد که ما 1-1 شدیم، یه شوکی به تیم وارد کنیم. نه یادتون باشه بازی با ابو مسلم هم که 2-1 بردیم تو تهران، همچین اتفاقی افتاد. بالاخره شوک باید مقدار تو این بازی بالا باشه. اگه شما حضور ذهن داشته باشی، بازی با ابو مسلم هم یه بار همچین اتفاقی افتاد. ما 1-1 بودیم، یه شوکی با هم دیگه. شما هم شوک می‌زنید؟ نه کاملا نه، به تیم چون خیلی لازم بود. بعد اینجور مصاحبه اینه که اختیار میکنه هیچ کسی چی نمیفهمه. یعنی این خیلی بده که یعنی دقیقاً این اعصاب آدم خورد میشه. آقا کاری که آقا بگم من عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، ببخشید حرکت ما زشت بود، تو شرایط بازی بود، آقا مثلا من فشار اومد، آقای کریم واقعا اومد زد ما رو فهمون که اشتباه کردیم و اینجور دروغ ما هماهنگ کردن، دروغ گفتن خیلی بده به خدا. حالا امیدوارم که از هفته بعد با ما هم هماهنگ باشن که ما طرفشون نریم. حالا خب اگه هماهنگن با ما هم هماهنگ بشن که بازیکنم بدونن، حالا قرار شوک وارد کنن که ما در جریان باشیم. من قبول دارم که خیلی قشنگ دروغ میگن، اینو قبول داری که؟ بله 100%. خب خدا رو شکر شما حقیقت کنه. حالا چه تصمیمی باید گرفته بشه واسه این دوستان خیلی بد بود. اینش بدتره. حالا یادم میگم اشتباه کردم، باز میگم خیلی خاله